مراسم دفن 4 نفر است که هنگام آببازی در رود سیر غرق شدند روز 8 ایول در روستای نیجانی شهر استرابشان برگزار گشت. نزدیکان آنها میگویند فرزندانش یکجا با زیاده از 20 نفر خواننده دیگر با راهبری آموزگاران به تماشای خوجند رفته بودند. چمچقاره لبا رفتگیش به سبب اینجا معلومه کتی رفتگی وای با همین سیاحت میگی تو سیاحت کرفتگی ده معلومه کتی صنف 9 صنف 6 هاش من میخواد دو تا صنف رفتگی اما این 4 کس چخل شده باشه او بازی کرده که او بازی کرده ها همین چمچقاره لباشه وای اوبی وای سرداریو میگذرده همین رفته او بازی بختیار کریم قولوف، صدرالدین کریموف، لذیذبک خدیروف و اصیلبک محمد ایسویف. همه آنها 16 ساله در صنف 9 مکتب رقم 60 استرابشان تحصیل می کردند. برخی از پدر و مادران نورسان غرق شده در این فاجعه مکتب و آموزگاران را گناهکار می کنند. نظارت ماندگی باشد عیبدار عیبشه. یک کس نه 4 تا بچه. این 16 سالگی بچه. رویش به آدم تاثیر میکنه، علم میکنه. حاضر وقتی همون کرانتین کسری به اونجا بردن شرط لازم بود. یکان کس ولی نم معلمش نه دیرکترش یکان کس نامده چیزی شد عیب مخون عیب خداش نه این دیگه وافشی نیست نه یکان کورم در کور میشم با وافشی نپرسیده. در شعبه معارف شهر استرابشان همراه مکتب بچگان رفتن آموزگاران را تصدیق کردند ولی گفتند این سفر بدون موافقه مدیر معارف و بیرون از نقشه کاری صورت گرفته است. روز 8 ایول وقتی به مکتب دیه رفتیم برخی از آموزگاران پی تعمیر مکتب بودند ولی راضی نشدند در این موضوع صحبت کنند. برخی از آنها در صحبت بدون میکروفون گفتند که 2 آموزگار همراه مدیر مکتب خوانندگان را به سیاحت برده بودند ولی بعد حادثه مدیر مکتب وضع صحتیش بد شد و در بیمارخانه شهر خوجند بستری گردید. روشن نیست تا کجا این سیاحت برای مکتبیان حتمی بود. با خواهش خودش رفت. نرو گویم هم میروم گفت و رفت. من چیکار کنم؟ اگر نمی رفت این حادثه نمی شد. ساعت 6 سحر با گازل یک جا رفتند. مادر جان شما استراحت کنید. من بر وقتر می آیم گفت و رفت. من میلش گفتم. بچه‌ام با اون دنیا رفت و خانه نآمد. oltida gazil haydi dedi. چه خاصی نفوش آموزگارش گم رفته گیری. او سیر و گشت می. آن اکسکورس با میریم گفته بود. چه قضیه بود؟ اون ها گفته بودی. به گفته شاهدان حادثه در اینجا رخ داده است و غواصان جسد لذیذبک و اصیلبک و بختیار و صدرالدین 16 ساله را از قعر این دریا بیرون آوردند. به گفته مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده جریان دریای سیر در اینجا خیلی به شدت می رود و برای شناوری ساکنان اینجا خیلی خوفناک است و از همین سبب تابلوهای آببازی در اینجا منع است را در ساحل‌های نزدیکی دریا نصب کردند. مسئولان ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت سوخت میگویند با فرا رسیدن فصل گرما در ساحل‌های سرآدم رود سیر نوبتداری تشکیل کردند و ساکنان را از منع بودن شناوری در جایهای خطرناک آگاه میکنند. 3 نفر اختیاری ایستادیم. آدما میبیان، شهروندان میبیان، آبازی میکنن. ما وای میکنیم، برو میگوییم همه این دمه ما اینجا آباز کردن. لیکن هم پشت ما میگردیم، آدما با میبیاد با آبازی میکنن. سحر رسیم ما اینجا ایستادیم، همه آدمایی که کی اینجا میبیاد همشون آب میبریم، نمیمونیم اینجا آباز کردن. هفته جاری در اکثر مناطق تاجیکستان گرمای سخت تا 50 درجه حکم فرما بود و صدها نفر در موجهای رود و نهرها از آن پناه می جویند. ولی به گفته اختیاریان نه همه آنها از قاعده شناوری آگاه هستند. بعد 4 نورس غرق شده جسد شاهروخ یولداشف ساکن 24 ساله شهر گلستان را نیز از دریا یافتند. شماره غرق شدگان در ولایت سوخت در نیم سال گذشته به 14 نفر رسید که نظر به سال گذشته 2 برابر بیشتر است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.